صبح بخیر کدبانوان عزیز. طرز تهیه شربت: با دیگ 100 گرم مسکه می اندازیم. مسکه رو در آتش میانه آب میکنیم و بعدا با اون 4 قاشق غذاخوری آرد ilova میکنیم و شربت رو تا 3 شکوفه زدن تخمیه میدیم. یعنی این تقریبا 5 دقیقه وقت رو میگیرد و همین حالتی که در نوار میبینید انا همین رو شکوفه مینامند و همین گونه 3 بار، یعنی بعد هر شکوفه زدن خوب آمیخته میکنیم و میگذاریم باز شکوفه بزنیم و بعد 3 بار کم کم 1 لیتر شیر رو ilova میکنیم و خوب آمیخته میکنیم تا شربت تگرش نگیرد. بسیار نازک است و کلوله هم نداشته باشد و همین که به جوش آمد 2-3 دقیقه میجوشونیم. 1 قاشقچه نمک ilova میکنیم و خوب آتش رو خاموش میکنیم. آماده است. با کاسه ها میکشیم و به هر کاسه مسکه میمانیم و با فطیر و چای شیرین خیلی خوشمزه است. نوش جان.